بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا از پاداش بهره مند شوید و دیگران هم از درس استفاده برند، گوش دهند و بهره برند، درس به دیگران نشر شود. درس امروزه ما درباره فضل صدقه دادن در پیشگاه الله چقدر عملی بزرگی است نظر به دیگر عملهای نیک. برای همین امروز درباره فضل صدقه برای شما پیشکش میکنیم. اول از سخنان الله متعال، پس از سخنان پیامبر بزرگوارمان. الله عز و جل از سوره ابراهیم 31 آیت میفرماید که قل لعبادی الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله عز و جل می فرماید که ای پیامبری من، به بندگان من که به من ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند به گونه شایسته و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار نفقه یا که صدقه کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن روز نه داد و گرفت، نه خرید و فروش و نه دوستی و نه رابطه به همدیگر داشته باشند، نه معامله. روز قیامت انسان به همون عملش پیشکش میکند، نه دوستی، نه رابطه، نه خرید و فروش، یگان چیزی نیست، فقط به همون عملی که کرده است در دنیا. برای همین انسان به خیر کردن تلاش و کوشش کند. و چقدر که الله عز و جل سوره بقره میفرماید 195 آیت و انفقوا فی سبیل الله، و در راه الله نفقه کنید. باز سوره بقره 154 آیت میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای آنانی که ایمان آورده اید نفقه دهید، صدقه دهید، خیر کنید از آن چیزی که ما برای شما روزی داده ایم. باز الله عز و جل سوره بقره 67 آیت میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای آنانی که ایمان آورده اید نفقه دهید، صدقه دهید، خیر پیشه کنید. از چی؟ از همون پاکیزه هایی که شما کسب کرده اید، به دست آورده اید، فایده کرده اید، یعنی از پول حلال نفقه دهید. باز الله عز و جل سوره تغابن 16 آیت میفرماید که فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الله میفرماید که پس آنقدر که در توان دارید از الله بهراسید و پرهیزکاری کنید و درسها و اندرزهای آسمانی را بشنوید و بپذیرید و از قانونها و فرمانهای الله اطاعت کنید و در راه الله صدقه و احسان و بذل و بخشش کنید. انجام این کارها به سود و فایده شما خواهد بود. کسانی که از بخل یعنی بخیلی و حرص نفس خود نگاه داشته می شود، آنان هر آینه یقینا روز قیامت رستگارند. این بود آیت هایی که درباره آیت ها بسیارند ولی خلاصه آوردیم. و صدقه، انسان که صدقه ده صدقه را پنهان کند و بدهد برای الله باشد، نه برای خودنمایی. نه برای ما سخن زده بودیم انسان باید صدقه را برای الله، نه برای که مردم بینن که او چی است، مردی سخی است، ثروتمند است. این درست نمی شود، در این اجر نمی گیرد. برای الله و برای مردم که شد الله را قبول نمیکند. الله بی نیاز است از خیر صدقه. برای همین شرط صدقه همین است که انسان باید صدقه برای الله باشد، در راه رازگی الله نیتش خالص برای الله باشد. دوم صدقه باید چی باشد؟ صدقه باید از پول حلال باشد. الله چیزی حرام قبول نمیکند. پس برای شما از حدیث های پیامبری بزرگوار ما میبیاریم درباره فضل صدقه، چی فضل و چی فایده ای دارد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیث در از عدی بن ابی حاتم که پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم میفرماید
میفرماید که پس هر یک کسی از شما را مگر که الله روز قیامت به او سخن میزند، نیست بین او و بین الله ترجمان. به کدام زبانی باشد الله به او سخن میزند. تصور کنید که هر یک کس الله روز قیامت به او سخن میزند، روبرو سخن میزند. پس در اینجا اثبات میشود که الله سخن میزند. پس بنده هم بنده ای که روز قیامت پرسیده میشود به طرف دست راست خود نظر میکند و نمیبیند مگر چرا؟ مگر آن چیزی که در دنیا تقدیم و پیشکش کرده است، در دنیا عملی کرده است، یا عملی نیک باشد یا عملی بد باشد. پس به دست چپ نظر میکند و نمیبیند مگر چرا؟ مگر آن چیزی که تقدیم کرده است در دنیا، دست راست عملهای نیک، دست چپ عملهای بد. پس نظر میکند روبروی خود و نمیبیند در روبروی خود مگر آتشی سوزان را. پیغمبر چی میگه؟ فتقوا النار ولو بشق تمره. پس پرهیز کنید، از الله بیم داشته باشید، از الله بترسید، حتی اگر که به یک چی؟ به صدقه دادن یک پاره خرما. یعنی انسان خود را از آتش دوزخ به یک پاره خرما نجات میدهد. به چی؟ به صدقه دادن. صدقه دادن انسان را از آتش دوزخ نجات میدهد. برای همین پیغمبر امر میکند که از الله بترسید و چی؟ و یک صدقه، یک پاره خرما صدقه دهید. حدیث در بخاری مسلم است. پیغمبر امر میکند که کمترین چیز چی است؟ پاره خرما. ای صدقه دهید، حتی اگر که چیزی کم هم داشته باشید صدقه دهید که خود را از آتش دوزخ نجات دهید. پس انسانی که در همین حدیث‌های پیامبر بزرگوارمان اندیشه میکند، میبیند که پیغمبر او را امر میکند به چی؟ به دادن صدقه. برای چی؟ برای صدقه خیلی عملی بزرگی هست که از دیگر عملها بالاتر است. خیلی که عمر رضی الله عنه میفرماید برای من گفته شد که عملها، همه عملهای نیک فخر میکنند که من در اجر بزرگتر هستم. پس صدقه میگوید انا افضلکم، من از همه چی هستم؟ از همه برتری دارم، از همه بهتر هستم در اجر. برای این انسان باید بذل و کوشش و بخشش خود را افزایش دهد. و مسلمانی بینوا و کمبغل، باز از فایده های صدقه این است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که صدقه سر پنهانی دادن این چی است؟ این خشم و غضب پروردگار را خاموش میکند. صحیح ترغیب. تصور کنید که صدقه‌ای که انسان در پنهانی میدهد او خشم و غضب پروردگار بزرگمان را خاموش میکند. حدیث بعض اهل علم صحیح گفته است و بعض اهل علم مرسلش گفته است. باز از فضیلت ها و فایده های صدقه این است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگوید که صدقه خاموش میکند گناه را، ای پاک میکند گناه را، میشوید گناه را، چه خیلی که آب آتش را خاموش میکند. باز صدقه پرده است، سپری است از آتش. خیلی گفتیم پیغمبر میگوید که فتقوا النار ولو بشق تمره. پس از الله بین خود و بین آتش سپری گذارید، ای صدقه یک پاره خرمای صدقه دهید. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید در حدیث عقبه ابن عامر رضی الله عنه که شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید، پیامبر بزرگوار میفرماید که هر یک انسان در زیر سایه صدقه خود است تا آن که روز قیامت بین مردم قضاوت و داوری نشود. یعنی ببین در زیر سایه خود است، روزی که آفتاب 1 میل بر بالای سر است، صدقه سبب می شود که تو را سایگی کند روز قیامت. پس با در حدیث صحیحین بخاری مسلم که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می فرماید که 7 نفری که آنها روز قیامت عرش الله آنها را سایگی می کند در همون گرمی که آفتاب بالای سر است. پیغمبر چی میگه؟ رجل تصدق بصدقه فاخفاها، مرد خیری کرد، صدقه داد، پس همون صدقه را پنهانی داد، همون قدر پنهانی که حتی که همون قدر کنایه از پنهان کردن صدقه است که گویا که دست راست صدقه را داد و دست چپ ندانست که چقدر دست راست صدقه داد که دست چپ گویا که نمیداند. برای همین میگه صدقه را پنهانی دادن خوب است و یکی از چی است؟ و صدقه تو که پنهانی میدهی و صدقه که او در او ریا نیست، خودنمایی نیست، روز قیامت تو را الله عز و جل در زیر سایگی خود نگه می‌دارد. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماید که صدقه دادن انسان خود را طبابت می‌کند. باز پیغمبر میگه صلی الله علیه و آله که صدقه این چی است؟ این طبابتی است، این علاج است برای بیماری‌های بدنی. شلی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که داووا مرضاکم بالصدقه، ای بیماری‌هاتان را به صدقه دادن طبابت کنید. ای صدقه که می‌دهید، صدقه سبب چی می‌شود؟ سبب شفای یافتن شما می‌شود. الله شما را به سبب صدقه دادنتان شفا می‌بخشد. و خیلی که ابن شقیق می‌فرماید از عبدالله ابن مبارک که مرد او را پرسید از چی؟ از یک زخمی که از او زخمی چرک می‌رفت، در زانوش بود، 7 سال چرک می‌رفت، با همه نمودهای
نمودهای دارو را تبابت کرد ولی تبابت نیافت، ولی شفا نیافت، به او فایده نبخشید. پس برای او گفت، عبدالله بن مبارک برای او گفت که برو یک چاهی بکن در جایی که در اونجا آب نباشد، یعنی برای مردم چاهی بکن، چاهی آبی بکن که مردم از همون آب استفاده برند، که من امید دارم که در همون جا همون چاه آب میبراید، از چاه آب میبراید و خونی که خون و چرکی که از زخمی تو میبراید اون من میشود به سبب همون کندن چاه. پس همون مرد رفت و چاه کند برای مردم و آب از چاه برآمد. پس از همون بیماری و از همون زخمی که چرک خون میرفت الله او را شفا بخشید. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که هر آینه صدقه این چی است؟ صدقه این علاج و طبابت است برای دلها. یک مرد پیش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می آید و برای پیش او پیغمبر شکایت میکند از سختی دلش، که دلش سنگ برین است، سخت است، در دلش تاثیر نمی بخشد، یعنی دلی سنگین دارد. پیغمبر چی گفت برای او؟ که اگر تو خواهی که الله دل تو را دلی نرم گرداند، که دلی که از الله می ترسد، پس مسکین را خوراک بده، مسکین را طعام بده و سر یتیم را مالش بده. این سبب می شود که انسان چی؟ دل انسان نرم می شود و چی می شود؟ و بیم و ترس در دل او می زند از الله. الله عز و جل سوره آل عمران 92 آیه می فرماید که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله می فرماید که هرگز به نیکی دست نمیابید، به درجه نیکی نمی رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق یا صدقه کنید. همون چیزی که دوست می‌دارید از همون چیز نفقه و صدقه کنید و بدانید هر چی را انفاق کنید هر آینه الله به آن آگاه است. برای همین انسان باید از همون چیزی که دوست می‌دارد از همون نفقه یا صدقه دهد. پس باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرماید که هر روز وقتی که برای شما صبح می‌دمد ای بندگان الله، صبح برای شما میدمد، دو فرشته از آسمان به زمین فرود می آیند. پس یکی از آنها میگوید اللهم اعطی منفقا خلفا، یعنی فرشتگان دعا میکنند برای او، یا الله بده برای کسی که نفقه میدهد در راه الله، صدقه میدهد در راه الله، برای او بردباری بده، برای او برکت بده در مالش، برای او بردباری و برکت و افزایش در مالش بده. و باز فرشته دیگر میگوید اللهم اعطی ممسکا تلفا، یا الله بین دعای فرشته از برای تو یا که بر بالای تو، یا الله بده با کسی که ممسک است، بخیل است، صدقه نمیدهد، نفقه نمیکند، چی در مال او را هلاک بساز، در مال او برکت نده، مال او را تباه کن، هلاک بساز. این دعای فرشته است. حدیث در صحیحین است، بخاری مسلم. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که کسی که صدقه میدهد الله در مال او برکت را ارزانی میکند. خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که الله از صدقه دادن مال انسان را، مال و ثروت انسان را کم نمیکند. پیغمبر میگوید که هرگز مال انسان از صدقه دادن کم نمیشود، برعکس مال انسان از صدقه دادن افزایش مییابد، هم در برکت و هم برای روز قیامت چی است؟ برای روز قیامت خود جمع آوری میکند. حدیث در صحیح مسلم است. باز صدقه، فایده صدقه همین است که انسان وقتی که صدقه میدهد برای او همون صدقه که داده است همون مال باقی است، اونی که خود استفاده میبرد اون مال هلاک میشود، نیست میشود. خیلی که الله عز و جل سوره بقره میفرماید 172 آیت و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، و هر یک انسانی که صدقه میدهد خیر میکند، از خیر نفقه و صدقه میدهد پس برای نفس خودش است، یعنی برای روز قیامتش وای چی هم صدقه را پنهان میکند، روز قیامت هم صدقه خود را اجر صدقه خود را میگیرد روز قیامت. و چه خیلی که مادرم عایشه رضی الله عنها وقتی درباره یک گوسفند میبیارن بعد پیغمبر صلی الله علیه و مادرم عایشه را میپرسد که از همون گوسفند وقتی گوسفندی که ما او را کشتیم چی باقی مانده است؟ پس مادرم عایشه میگوید که از همون گوسفند هیچ چیز باقی نمانده است مگر کتفش. پس پیغمبر چی میگه؟ نه، یعنی سخنی مادرم عایشه را درست میرد، میگوید که نه بقیه کلها غیر کتفها، ای نه فقط کتفش باقی مانده است، برعکس همش باقی مانده است تو غیر کتفش، یعنی آن چیزی که در راه الله صدقه دادی او باقی است، در نزد الله برای تو چی است؟ برای تو خزینه شده است. اینی که کتفش مانده است این کتفش باقی نیست، این کتفش ما میخریم میرود، نه که آن چیزی که ما صدقه دادیم اون برای روز قیامت باقی میماند و ما از همون چیز صدقه دادیم اجر میگیریم. حدیث در صحیح مسلم است. الله عز
عز وجل باز میفرماید در سوره بقره 145 آیت من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله میفرماید که کیست کی به الله قرض یا کی وام نکوی دهد، یعنی که قرض دهد معنی قرض صدقه، قرض دهد تا آن را برای او چندین برابر کند و الله روزی بندگان را محدود و گسترده می سازد و به سوی او بازگردانیده می شوید. یعنی الله هر یک صدقه که انسان میدهد برای او همون صدقه را افزایش میدهد، گسترده می سازد. باز کسی که صدقه میدهد پس او را از دروازه های بهشت ندا میکنند. چخلی که از ابی هریره رضی الله عنه در صحیحین بخاری مسلم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی که صدقه میدهد، صدقه او یا که 2 دینار یا که 2 درهم، یعنی که صدقه میدهد در راه الله، ندا می شود، ندای از جنت می شود ای بنده الله این خیر است. پس کسی که از اهل نمازگزاران است، از جمله نمازگزاران است، ندا می شود در بهشت از دروازه نماز. کسی که از اهل جهاد است خوانده می شود از دروازه جهاد و کسی که از اهل صدقه است خوانده می شود از باب چی؟ از دروازه صدقه. و کسی که از روزه‌داران است که روزه بسیار میگیرد از دروازه ندا می شود که اون دروازه نامش ریان است. پس پیغمبر ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر پرسید که آیا گام کسی هست که از همین دروازه ها او را ندا شود؟ پس پیغمبر در جواب چی گفت؟ قال نعم، گفت که بله و ارجو ان تكون منهم، و امیدوارم که تو یکی از آنها هستی، تو از جمله آنها هستی. برای ابوبکر گفت. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم سوال میکنند، صحابگان میپرسند کی از شما امروز روزدار بود؟ ابوبکر در جواب گفت که من ای پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. باز پیامبر پرسید که کی از شما امروز جنازه خواند و جنازه را پیروی کرد؟ ابوبکر گفت در جواب که من ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. باز پیامبر پرسید که کدام از شما امروز بیماری را زیارت کرد؟ باز ابوبکر در جواب گفت که من ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس پیامبر بزرگوار چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ یک مسلمان اگر همه این عملها را در یک روز انجام دهد پس او وارد بهشت می شود. حدیث در امام مسلم است. همین انسانی که نفقه می دهد او اگر از جمله عالمان باشد پس این یکی از بزرگترین و بلندترین منزله و مرتبه است برای او. چخلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید انما الدنیا لاربعه نفر، هر آینه دنیا برای چی؟ برای 4 نفر است. یعنی در دنیا زندگی انسان فقط برای 4 نفر است، یعنی 4 نفر از دنیا آنها بهره میبرند. پس یکی از آنها کی است؟ بنده که الله او را رزق داد، مال داد، ثروت داد و علم داد. پس یعنی ببینید هم رزقش داد، هم مالش داد و هم علمش داد. پس او به همین مال و علم از الله بیم دارد، از الله تقوا دارد، میترسد، پرهیزکاری میکند و خویشتبارداری را مستحکم تر میکند و حق الله را میداند که در بالای او حقی است از جانب الله و اون حق را ادا میکند. پس این از بزرگترین منزله ها است، از بلندترین و بزرگترین منزله و مرتبه است. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یعنی حسد جایز نیست مگر در 2 چیز جایز است. یکی مرد الله برای او قرآن را داده است، یعنی او حافظ قرآن است، پس او قرآن که از یاد کرد از خود کرد شب و روز با قرآن پایدار است، شب و روز با قرآن زنده است، قرآن میخواند، هم شب روز میخواند، هم شب نماز میخواند با قرآن. و مردی که الله عز و جل برای او مال داده است پس همون مال او در چی؟ در راه الله شب و روز نفقه میکند، صدقه خیر میکند. برای همین 2 کس از دنیا استفاده میبرند، بهره میبرند. و کسی که تمنای همینا را کند که هم خیلی مال حافظ قرآن باشد و مال داشته باشد و صدقه کند پس هیچ باکی ندارد که انسان در همین 2 چیز حسد بردن هیچ باکی ندارد. صدقه این چی است؟ این دلیل برای صدق بنده است که بنده صادق است و برای چی؟ و بنده ایمان دارد. خیلی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث امام مسلم و صدقه برهان، و صدقه میگه این برهان است، حجت است برای روز قیامت. باز صدقه برای انسان، صدقه پاک کننده مال انسان است. خیلی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث امام احمد و نسائی و ابن ماجه پیغمبر میگوید که برای سوداگران وصیت میکند ای تاجران. پیغمبر میگوید که نصیحت برای تاجران میکند، سوداگران برای آنها میگوید که هر آینه در خرید و فروش بسیار کلمه های چی؟ کلمه پوچ، کلمه های فرسوده
لغو و قسم بسیار می شود. برای همین برای پاک کردن همین گناهان صدقه دهید. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده می شود که کدام صدقه اجر بزرگتر دارد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ در حالی که تو صدقه می دهی، خیر میکنی و تو چی هستی؟ سالم هستی، تندرست هستی و بخیل هستی. یعنی ببین، هم تندرست و هم بخیل و صدقه می دهی و در حالی که تو از کمبغلی می ترسی ولی با صدقه می دهی، از الله امید آرزو داری که الله تعالی چی ثروتمند میکند. یعنی که پول دادن نمیخواد ولی بچی خود را مجبور میسازد که پول دهد و از کمبغلی میترسد، از بینوایی، و امید میکند که الله برای او رزق میدهد و او را ثروتمند میسازد. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث امام بخاری از ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که من تصدق بعدل تمره من کسب طیب، کسی که صدقه میکند، خیر میکند که اون خیر برابر یک خرماست یا که در نرخش است یا که مثل خرما یگان صدقه میکند، یعنی خرما من کسب چی؟ از کسب حلالش، از اون چیزی که به دست آورد، از فایده به دست آورده است که اون فایده حلال است. پیغمبر چی میگه؟ ولا يقبل الله الا طیبه، و الله عز وجل قبول نمیکند مگر چیزی حلاله، چیزی پاکه، چیزی حرام صدقه قبول نمیکند. الله عز وجل صدقه او را به دست راستش قبول میکند، پس همون صدقه را برای او افزایش میدهد، تربیه میکند، از همون صدقه راضی میشود. و معنایی که به راستش قبول میکند معنایی که او را قبول میکند، یعنی که پس برای او همون صدقه را چی میکند؟ برای صاحبش، برای همون کسی که داده صدقه را تربیهش میکند. تربیه به معنایی که در او افزایش میدهد، او را بزرگ میسازد. همون صدقه او را، صدقه کوچکی که داده است، او را الله بزرگ میسازد، بیشتر و بیشتر میکند، بزرگ و بزرگ میکند، حتی که در روز قیامت در ترازو وای خیلی سنگین است و خیلی وزنین است. و چه میگه؟ کما یربی احدکم فلوه، پیغمبر صلی الله علیه و مثال میارد که خیلی که یکی از شما اسب میده را که از مادرش جدا شده است میگیرد، او را چی؟ او را بزرگ میکند، یعنی که او را کلان میکند، بگیم بزرگ میکند. همه خیلی دیگر الله همون صدقه ای که از تمر عبارت است همون را برای شما بزرگ میکند. تربیه به معنای همین است، یعنی که او را بزرگ میکند، صدقه شما را قبول میکند و او را افزایش میدهد و افزایش میدهد که روز قیامت پیغمبر میگه حتی تکون مثل الجبل، روز قیامت مثل چی میشود؟ قیامت مثل یک کوه در ترازو چه سنگین و وزنین است، همون خیلی برای ما الله همون صدقه را افزایش میدهد. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که کدام صدقه از همه بهتر است. چخلی که از ابی هریره رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر صدقه ما کان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول. حدیث در صحیح بخاری است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این شرح میگه که بهترین صدقه کدام صدقه است؟ بهترین صدقه میگه همون صدقه است که انسان از مالش صدقه میدهد و برای خودش مال میگذارد، یعنی که نه همه مال صدقه میکند، برای خود مال میگذارد که بعد اون خودش نطلبد از دیگر کس، یعنی خودش برای خودش میماند که برای خوردن و برای چی؟ برای زندگیش بسنده باشد، یعنی جزئی از مال صدقه میکند. انسان باید با چی آغاز کن؟ صدقه دادن با آن کسی که نفقه آنها در دوش تو واجب است، همونها را نگاه بین میکند، برای همون صدقه میگه بهتر است. باز از ابی هریره رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یا ابو هریره پیغمبر را میپرسد که صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ای صدقه افضل، کدام صدقه اجری بیشتر دارد، برتری دارد از دیگر صدقه ها؟ قال جهد المقل وابدا بمن تعول. پیغمبر چی میگه؟ جهد المقل ای کدام است؟ همون انسانی که کم بغل است ولی علاوه بر این که کم بغل است ولی صدقه میدهد، صدقه میدهد همون قدری که توانایی دارد، یعنی هم کم بغل است و با صدقه میدهد. با چی آغاز کن صدقه دادن با آن کسی که نفقه آنها در دوش تو واجب است. حدیث در امام احمد است و ابو داود است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ام کلثوم بنت عقبه رضی الله عنها فرمودند که قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که افضل صدقه ای بهترین صدقه ها این کدام صدقه است؟ صدقه است که انسان به کی میدهد؟ برای خویش تباری که با او دشمنی دارد به همون میدهد. حدیث در امام حاکم است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که مردی وقتی که نفقه میدهد برای اهل خود، اهل خانواده خود و همون چی میکند؟ اجرش از الله چی است؟ منتظر است، به نیت نفقه میدهد، پس برای همون نفقه دادنش صدقه حساب میآورد برای او. حدیث در صحیح بخاری مسلم است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که 4 دنانیر، 4 دینار، میگه دیناری که تو او را برای مسکین دادی و دیناری که تو به همون دینار یک غلام یا کنیز آزاد رها کردی و دیناری که تو او را در راه الله خیر کردی
و دیناری که تو همون دینار برای اهل خودت داده ای. پس میگه بهترینی همون دینارهای او را داده ای، نفقه کرده ای، همون دیناری است که تو برای اهل خود داده ای، برای اهل خود، اهل خانواده خود نفقه کرده ای، همون بهترین میگه دینار است. حدیث امام مسلم است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که صدقه برای مسکین صدقه هست، ولی صدقه برای خویش و تبار دو اجر میگیری، یکی هم اجر صدقه و هم اجر چی؟ و هم اجر خویش و تبارداری. حدیث در امام احمد و امام نسائی و ترمذی و ابن ماجه است و صحیح است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم درباره چی میگه؟ درباره صدقه جاریه. صدقه که جاریه ای معنی که صدقه که اجر اون تا روز قیامت چی از اون بهره میبری، از اون صدقه تا روز قیامت بهره میبری، یعنی صدقه که اجرش قطع نمیشود، نام صدقه جاریه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین صدقه این چی است؟ این آب دادن. آب دادن یعنی که انسان چاهی میکند یا که جیباری میکند برای مردم، یا که چاهی میکند برای مردم که در او آب برای مردم میبیارد. این صدقه چی حساب می‌یابد؟ صدقه جاریه، صدقه که اجر او قطع نمیشود، چه قدری که همون چاه یا که همون جیباری که کنده است تا روز قیامت اگر باشد اجری اون برای صاحبش میرود. حدیث در امام احمد است و ابو داود و نسائی. باز از نمودهای صدقه جاریه خیلی پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید این بنا کردن مسجد. پیغمبر میگوید که من بنا مسجدن، کسی که مسجد بنا میکند و همون بنا کردن مسجد در بنا کردن مسجد نیتش چی است؟ نیتش راه و رازقی الله است، برای الله است. پس الله میگوید برای او خانه قصر در بهشت بنا میکند. حدیث در صحیحین است. و از جابر رضی الله عنه چه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید کسی که چاه آبی میکند و کدام یا که از جنیان باشد یا که از انسیان باشد یا که پرنده از همون آب می نوشد، پس او چی است؟ او برای همون آب، برای همون چاه تا روز قیامت اجر میگیرد. یعنی ببینید که یک چاه کندن یا که یک جیبار کندن که کسی از آب می نوشد تا روز قیامت انسان چی از همون اجر میگیرد. حدیث صحیح است. خلاصه برادرای گرامی، حدیث بسیار از دربارش و آیات بسیار هستند، به همین ما کفایت میکنیم. این بود خلاصه درباره فضل صدقه و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.